بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس خود را با عون الله تعالی دوام میدهیم از شرح شرطهای نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. شرح از آن شیخ علامه عبدالمحسن بن حمد العباد است. و رکن رابع عشر، رکن 14 باشد التسلیمتان، به دو طرف سلام دادن می باشد که دو سلام. وبهما يكون الخروج من الصلاة لحديث تحريمها التكبير والتحليل والتسليم وقد تقدم. و به همین دو تسلیم چه از نماز کس خارج می شود بنابر حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که یعنی که تخریج این حدیث گذشت، تحریم نماز تکبیر است و تحلیل نماز چه تسلیم می باشد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين كذا أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين صحيح وحسن. يعني ابن القيم رحمه الله در کتاب إعلام الموقعين در مجلد درسی فی 358 ذکر میکند که ذکر کرده است که حدیث هایی که از نماز به تسلیم برآمده می شود از 15 اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده است بین صحیح و حسن. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة. بعض أهل العلم چنین رأيان که کفایت میکنه به یک سلام هم کس خارج شود. والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة. و سخن آیدی به دو سلام این یعنی که به این چی دلیل ها پی هم آمده است، بیشتر آمده است و فيه الاحتیاط والخروج من الخلاف. و در این دو تسلیم هم احتیاط است و هم از خلاف خارج شدن می باشد. یعنی که نه. و هذه الارکان الاربعه عشر 5 منها قولیه. این ارکان یعنی این 14 رکن 5 تایش قولی می باشد و هی اینها کدام می باشد؟ تکبیرة الاحرام، قراءة الفاتحه و تشهد الاخیر، تشهد الاخیر و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و پیغمبر صلی الله علیه و تسلیمتان و دو سلام. والبقية فعلا باقي مانده يعني كركنهاي فعلي مباشر. وقد ذكر الشيخ مرعي ابن يوسف في كتابه دليل الطالب. إنها وكان شيخ مرعي ابن يوسف در كتاب دليل الطالب ذكر في سيسين أركان الصلاة 14 دكتاس شعوداتا وعد فيها دران شمار كدس التشهد الأخير، التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وركنا وعد شيء يكرر. وعد فيها الاعتدال قائما بعد الركوع. و در آن یعنی که شمار میکنه راش خیستن را بعد از رکوع و اعتبار رکن جاء النص علیه. این را همچنین رکن اعتبار دادنش نص آمده یعنی دلیل آمدگی است در حدیث المسیء صلاته، آن نفری که نماز خود را با خطاگی ادا کرد، سهو کرد، خطا کرد، و فی در آمده است که ثم مرفع حتی تعتدل قائمه. در آن حدیث چنین آمده است که بعد از آن راش برخیز تا اینکه چه در قیام آرام بگیره، قامتت راست شود. والشيخ الإمام اعتبر الاعتدال قائما بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركنا واحدا. الشيخ إمام يعني شيخ الإسلام اعتبار دادست يعني که راست شدن را از رکوع برخیستن را بعد از رکوع من الرفع من الركوع ركنا واحدا يعني با همراهی رفع از رکوع هر دوشی یک رکن حساب کرده. این شیخ الاسلام هم راش خستن و به آرام گرفتن هر دوشی یک رکن حساب کرده. فکأنه یقول به مثال آن که گفته شده است که والرفع منه حتی یعتدل قائما، یعنی از رکوع برخستن حتی اینکه قائم شده آرام گیرد. این است یعنی به همین یعنی که ارکان تمام کنیم. ان شاء الله درس آینده واجبات نماز را میگذاریم ان شاء الله. امکان شود نمیشه بآخر يعني كي ميرسونهم. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.